در ناحیه وسه کشاورزان جماعت دهات به نام میرزاعلی وایسف با جانوری حاصل پیاز بروقتی شروع نمودند. نیمه اول ماه می ارزش 1 کیلوگرم پیاز در بازار ناحیه از 3 سومانی بالا را تشکیل میداد. جانوری حاصل پیاز در این خواجگی با پسروی ارزش نرخ این محصولات در بازار مساعدت کرد. خواجگیداران لینچه ها را پر از پیاز کرده اثر زمین با نرخ دهخانی کیلوگرمش 1 سوم و 50 درم محصولات را به فروش برآوردند. ما پیاز خری اومدیم، پیاز به حد ارزان با 1 سوم و 50 تین 1 سوم و 60 تین پیاز حالی با سودا رفته سعی. خیلی برای مردم سبکی شد که کیلوی پیاز تا 3 سوم 4 سوم بود. نه که حاضر اینا میبینیم که در سر زمین ما جمع آمدگیم، همه دهخانه و همه آدما پیاز ارزان گرفته رفته سعی. مساحت 1 اکر زمین خواجگی دهخانی به نام رحمت‌الله از حاصل پیاز جایی برای قدم گذاشتن ندارد، اما که رحمت‌الله با استفاده از مصلحت متخصصان در این سمت تجربه کلان پیدا نموده امسال میدان کشت پیاز را وسیع کرده است. یک سال کردیم، یک 25 سوتق زمین 25 سوتق همیدا پرور کردیم، 35 تن پیاز گرفتیم. همون چی درآمد چی؟ درآمد زندگی در شیدوخی. انا که ایش باشه امسال زیادتر کشت کردیم. امسال همین 1 هکتار همش کردیم، پیاز کردیم. کل آخرش میبینیم که چقدر میشه. همه خیلی نیاز داریم که 150-300 تن میشه ممکن. جانوری حاصل پیاز دشوار نباشد هم آن کاری بسیاری را طلب می نماید. زیاده از 30 نفر ساکنان بشغل دهه چهارباغ و کاری صحرایی جلب کرده شدند. حق مهنت کارگران در سر زمین هر بگاهی پرداخت کرده می شوند. استفاده عاقلانه زمین با آن مساعدت نموده است که سطح زندگی ساکنان این جماعت دهات سال تا سال بهتر می گردد. حساب درآمد زمین همین زمین 3 اویله ما 3 بچه دارم. همون زندگیمون حساب همین زمینه. همین حساب 1 هکتار زمین همیشه. همین سالا همین 3 کس زندگی میکنیم. دیگه ما یگان چی نداریم. درآمد الواگی نداریم. درآمد الواگی یگان جا نداریم. خواجگیداران جماعت دهات به نام میرزاعلی وایسف ناحیه وسه از میدان 435 هکتار حاصل پیاز و دیگر محصولات های کشت بروقتی را جمع آورده و کشت تکراری زمین ها شروع کردنی هستند. با جویش ما نیت گذاشتیم که پخته میکنیم و از پخته کردمون باز مثلا که تا 15 تا 18 سنتر پخته رو ما نیت داریم که جمع آوری کنیم و گفتنی هستم که ما در روزهای نزدیک آخری در با اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان بودیم و او در برآمدشون تاکید کردن که زمینای مثلا که یک وجب زمین رو ما باید بکار نمونیم و حاصل یکم رو جمع آوری نموده با حاصل تکراری باید کوشش ورزیم. برای همین ما امسال تمام جماعت و همین اقدام گرفته جناب عالی مقصد گذاشتن در پیش خود که باید که ما محصولات های پیشپزک را جمع آوری نموده و کشت تکراری را باز دوام دهیم. اما که رحمت‌الله کوشش دارد هر چی تیزتر حاصل پیاز را جمع آورده زمین را برای کشت تکراری تیار نماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.